ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه، نزدیک نشوید به زنا که این کار زشت است و راه زنا خیلی راه بد است که الله سبحانه و تعالی اینها را بد فرمودن. عمل است که هم در دنیا انسان را خار می کند و هم در آخرت انسان را به عذابهای گوناگونی دچار می کند. رسول معظم اسلام فرمودن یا معشر الناس، ای گروه مردمان، اتقوا الزنا، پرهیز کنید از عمل زنا. بخاطر چی؟ فإن فیه 6 خصال، 6 خصلت بد به دنبال داره عمل زنا. 3 فی الدنیا و 3 فی الاخره، از این خصلت های بد 3 در دنیا دامنگیر انسان زناکار می شود و 3 در آخرت. آنها چیست؟ اما التی فی الدنیا، اون 3 خصلت بدی که دامنگیر انسان زناکار در دنیا می شود چیست؟ فیذهب البها، رعب و وحشت را از قلبش بیرون می شود، حسن و نیکویی از وجودش می رود و در بین جامعه تبدیل به یک انسان خار و ذلیل می گردد. دومش در دنیا چیست؟ و یورث الفقر، انسان زناکار فقیر می شود، انسان زناکار در دنیا بدبخت و شقی می شود. سوم و ینقص العمر، او انسان زناکار در دنیا عمرش کم می شود. حالا اگر شاید عمر زیادی هم داشته باشه سلب برکت می شود، برکت از عمر این انسان می رود. سبحان الله، وقتی در دنیا عزت نداشت، در دنیا فقیر بود، در دنیا عمر بی برکت داشته باشه چقدر عذابهای سختیه. سبحان الله. و اما التی فی الاخره، او عذابهایی که در آخرت هست. اول فسخط الله، انسان زانی وقتی از قبر برانگیخته می شود قهر و غضب خدا بر بالایش می باشد. سبحان الله. صحرای محشری که همه انسان ها وحشت دارن، صحرای محشری که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، اون روزی که پدر از پیش فرزند فرار می کند، اون روزی که برادر از کنار برادر فرار می کند. سبحان الله، در آن روز قهر و غضب خدا بر انسان زناکار می باشد. دوم و سوء الحساب، از انسان زناکار خیلی بدی حساب گرفته می شود به صحرای محشر. سبحان الله، چقدر سخته اون جایی که اون ترازو بید بلا کیف احکم الحاکمین است، در آنجا از انسان به بدی حساب گرفته بشود. ادامه اش عذاب دیگر و عذاب النار، آتش جهنم، آتش سوزناک، آتشی که جلدها را به هم میریزد، آتشی که سبحان الله اگر اون آتش ذره به دنیا بیاید انسانها طاقت کرده نمیتوانند. سبحان الله، یک لحظه خوشی، یک لحظه استراحت بیهوده، یک لحظه به هوا و هوسی که خدا راضی نباشه، چی عذابهای در دنیا و چی عذابهای در آخرت پشت سر دارد. سروران عزیز و بزرگوار، هر کدام من و شما باید متوجه باشیم این دنیا چند روز هست. اگر از انسان 70 ساله پرسان بکنیم که 70 سال عمر کردی چقدر در دنیا، میگه شاید دیروز تولد شده باشم. نکنه که شیطان ما را فریب بده. باید من و شما متوجه باشیم انسانی که دنبال هوا و هوس میره او انسان سبحان الله بدبخت و شقی میشه. اما امروز جوانان عزیز و نوجوانان ما باید متوجه باشن امروز دروازه های فساد همه باز شده. امروز جوانان ما را به سوی فساد
مراد میکشانند، اما جوانی میخواهد، مردی میخواهد، اون خواهر با عزت و با عفتی میخواهد که خود را کنترل کند. او انسان موفقه که گناه برایش آماده بشه به گناه نکنه. سبحان الله، قرآن چی زیبا میفرماید: و اما من خاف مقام ربه، کسی که از خدا ترسید، کسی که خدا را حاضر به ناظر دانست، و نهى النفس عن الهوى، و نفس خود را از هوا و هوس، از خواهشات نفسانی باز داشت. میدانیم چی مژده‌ایه، چی بشارتیه برای اونهایی که خدا را حاضر به ناظر میدانند. فإن الجنة هي المأوى، بهشت جایگاه اونهای، لقای پروردگار از آنهای. او لحظه ای که وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره میشه، از آن اونهای. سروران عزیز و بزرگوار، هر کدام ما باید متوجه باشیم نسبت به این قضیه.